چطور مغزمون بهمون دروغ میگه. دروغ‌هایی که تو نگفتی ولی باورشون کردی. یه چیزو همین اول کاری بذار بهت بگم. اگه امروز از این اپیزود فقط یه جمله یادت بمونه، همینو اولش بهت میگم. همه عمرت فکر کردی داری برای خودت تصمیم میگیری، در حالی که خیلی وقتا مغزت قبل از تو تصمیم گرفته و فقط یه دلیل شیک گذاشته جلو پات. این اپیزود درباره یه حقیقته که خیلی از آدما هیچ وقت باهاش روبرو نمیشن. اینکه مغز آدمیزاد همیشه حقیقت رو نمیگه. گاهی برای محافظت ازت دروغ تحویلت میده. گاهی هم برای اینکه رشد نکنی تا راحت بمونی. میخوام همین اول کاری یه داستان واقعی واسط بگم. چون اصلا این داستان شروع کننده بحث ماست. داستان اول، سامان و 10 سال فرار محترمانه. سامان یکی از اون آدمایی بود که فکر میکنی چقدر باهوشه، چقدر درسته و چقدر میفهمه. از اون آدمایی که میتونی ساعتها باهاش حرف بزنی و آخرش حس نکنی وقتت واسش تلف شده. سامان یه آرزو داشت، راه انداختن کار خودش. میخواست یه شرکت کوچیک بزنه، میخواست مستقل بشه، ولی خب دائم میگفت الان وقتش نیست، بذار شرایط بهتر شد، من هنوز آماده نیستم، بذار یه دوره دیگه ببینم، یا مثلا بازار خرابه، بذار یکم ثبات پیدا بکنه، یا الان انرژی ندارم، بذار هفته بعد شروع میکنم. هفته بعد، ماه بعد، سال بعد، 10 سال گذشت. 10 سال. و هر بار که باهاش حرف میزدم انگار یه دلیل تازه پیدا کرده بود. دلیل هایی که ظاهراً منطقی بودن ولی تهش یه چیزی بود: ترس، استرس و فرار. یه شب طاقت نیاوردم، گفتم سامان، مرد حسابی، تو این همه سال یه بارم نگفتی من میترسم. همیشه میگی آماده نیستم، وقتش نیست، باید تحقیق کنم. آقا جان این حرفا شیکه ولی خب واقعی که نیست. واقعیت اینه که مغزت داره بهت دروغ میگه. میگه چیزی رو شروع نکن که نتیجهش معلوم نیست و تو هم باورش کردی. یکم سکوت کرد، بعدش گفت میدونی چیه؟ آره واقعیتش ترسیدم. از اینکه بخوام شکست بخورم ترسیدم. از مسخره شدن میترسم. اما چون نمیخواستم بگم میترسم یه خورده قشنگش کردم. این دقیقاً کاریه که مغز با همه ماها میکنه. ترس ها رو تبدیل به منطق میکنه. بهونه ها رو تبدیل به دلیل میکنه و فرار رو تبدیل به عقل میکنه. و ما فکر میکنیم داریم زندگی منطقی میکنیم. اینجا مشکل اصلی شروع میشه. وقتی 10 سال از زندگیت میگذره و حتی نمیفهمی تصمیم هایی که گرفتی مال تو نبودن، مال مغزی بودن که عاشق امن بودنه، نه رشد. یه لحظه فکر کن، چند بار توی زندگی گفتی الان وقتش نیست، من هنوز آماده نیستم، فعلا بذاری مشکل حل شه، وقتی شرایط بهتر شد، وقتی اون نشونه رسید، وقتی حالم خوب شد. چند سال از عمر تو این جمله ها خوردن؟ چند تا فرصت، چند تا تلاش، چند تا رابطه، چند تا تصمیم بزرگ. اگه بخوایم رو راست باشیم خیلی زیاد. و چرا این اتفاق میفته؟ چون مغز ما یک بازیگر بسیار حرفه‌ایه. بلندترین چیزهایی که میگه دقیقاً چیزیه که راحت ترین راه رو جلوی پامون میذاره. این اپیزود قراره چیکار بکنه؟ نه قراره روشن فکری کنیم، نه قراره پیچیدگی علمی زیاد تحویل بدیم، نه قراره امید الکی بدیم اصلا. این اپیزود مثل چکش میخوره وسط فرمانده مغزت، اونجایی که دروغ میسازه تا تو رو آروم نگه داره. این اپیزود قراره تو رو مجبور بکنه با چند تا واقعیت روبرو بشی. واقعیت اول، مغزت دنبال راحتیه نه حقیقت. واقعیت دوم، هر بار گفتی بعدن مغزت از یه چیزی ترسیده. واقعیت سوم، شروع کردن هیچ وقت احساس امن نمیده و قرارم نیست بده. واقعیت چهارم، تو مالک مغزت هستی ولی فرماندهش نیستی مگه اینکه قدرت رو ازش پس بگیری. این اپیزود بهت چه چیزی میده؟ میفهمی مغزت دقیقاً چطور و چرا دروغ میگه. یاد میگیری که چطور این دروغ ها رو تشخیص بدی،
یاد میگیری چطور ازش جلو بزنی. با مثالهای واقعی وارد لایه‌های احساسی موضوع میشیم. با فکت‌های روانشناسی، رفتاری و عصب شناسی ثابت میکنیم و در نهایت یه مدل ذهنی جدید میسازیم که جلوی این دروغ‌ها رو بگیره. بخش دوم، چرا از واقعیت فرار میکنیم؟ یه لحظه وایسا. تا حالا شده یه کاری رو عمدن عقب بندازی، بعد خودت هم بدونی داری گند میزنی ولی بازم ادامه بدی؟ انگار مغزت میگه داداش الان فقط فرار کن، بعدن حلش میکنیم. خب خبر بعد اینه که این بعدنی که داریم میگیم معمولا هیچ وقت اصلا نمیاد. بذار اصلا یه داستان واقعی واسط بگم. سالها پیش یه روانشناس آمریکایی یه دانشجو داشت که همیشه میگفت استرس دارم، نمیتونم شروع کنم. آخر ترم دانشجو با نمره افتضاح برگشت. روانشناس فقط یه جمله بهش گفت: تو مشکل زمان نداشتی، مشکل این بود که نمیخواستی با خودت روبرو بشی. همین یه جمله خلاصه رفتار خیلی از ما هست. چرا از واقعیت فرار میکنیم؟ چون مغز دنبال راحتی آنیه. فرار سریعترین راه کاهش درد روانیه. ولی خب هزینه‌اش چی؟ گاهن سالها عقب افتادگی. نه از اون عقب افتادگی ها، نه، یعنی که از کار و زندگی عقب میافتیم. 1. توهم کنترل. یه پدیده روانشناسی هست که میگه وقتی کاری رو شروع نکنیم خیلی راحت‌تر میتونیم خیال کنیم که اگه بخوام میتونم موفق شم، در حالی که خب همچین چیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی شروع نکردن مساویس با محافظت مصنوعی از اعتماد به نفس. مغز میگه اگه امتحان ندم شکست نمیخورم، اگه وارد رابطه نشم دلم شکسته نمیشه و اگه پروژه رو شروع نکنم معلوم نمیشه که توانش رو ندارم. این وحشتناکترین دام ذهنیه. 2. ناهمخوانی شناختی. لحظه ای که دو چیز تو ذهنت با هم تضاد دارن ذهن فرار میکنه. مثلا میخوام موفق بشم اما هیچ کاری هم نمی کنم. این تضاد باعث درد روانیه. مغز چیکار میکنه؟ دفاع، توجیه، بهونه، عقب انداختن، حواس پرت کردن. مثال واقعی: یکی میگه میخوام لاغر بشم، بعد خودش رو با جمله هایی مثل بابا زندگی کوتاهه، حالا یه ذره دیگه بخورم آروم میکنه. نه به خاطر غذا، بلکه چون نمیخواد با ضعف خودش روبرو بشه. 3. ترس از آشکار شدن. خیلیامون میترسیم واقعی دیده بشیم. وقتی وارد یک مسیر جدی میشی نتیجهش یه چیز رو مشخص میکنه: توان واقعی تو. و چون از این میترسیم که بفهمیم اونقدری که فکر میکردیم خوب نیستیم، ترجیح میدیم اصلا شروع نکنیم. این دقیقاً همون چیزیه که خیلی ها رو برای همیشه در ذهن خودشون موفق نگه میداره. مغز چطور فرار رو توجیه میکنه؟ یه توجیه‌های معروفی هست که میگه الان زمانش مناسب نیست، اگه فلان چیز جور بشه شروع میکنم، فعلا حالشو ندارم، بذار بعد از عید، بذار شرایط بهتر بشه و کلی از این جمله های تکراری. نه راستش اینا هیچ کدوم واقعی نیستن. اینا جمله هاییه که ذهن برای محافظت از تصویر درونیت میسازه. مثال واقعی از زندگی روزمره. ببین مثالایی که میخوام بزنم و خوب گوش کن و خب یه خوردم رو راست باش. مثال اول: شروع نکردن یک پروژه مهم. توجیه اینه که میگه میخوام همه چی پرفکت باشه، ولی واقعیت اینه که ترس از سنجیده شدن داره. مثال دوم: تمیز نکردن اتاق. توجیهش اینه که میگه وقت ندارم، ولی واقعیت اینه که انرژی روانی برخورد با هر شیء و خاطره رو نداره. مثال سوم: صحبت نکردن با یک آدم دیگه. توجیه اینه که میگه حوصله ندارم، واقعیت اینه که برخورد با یک احساس حل نشده رو داره. مثال چهارم: چک نکردن حساب ها. توجیهش اینه که
الان نمیخوام هرس بخورم، ولی واقعیت اینه که ترس از مواجه شدن با ناکارآمدی مالیه. اگه بخوایم این بخش رو جمع‌بندی بکنیم، واقعیت اینه که ما از روبرو شدن با خودمون میترسیم. نه از کار، نه از زمان، نه از سختی. از روبرو شدن با نقص‌های واقعی فرار میکنیم و این فرار ریشه اصلی 60% از شکست‌های روزمره ما هست. بریم برای بخش سوم. مغز چطور ما رو وارد تله خودفریبی میکنه. این بخش اصلا اسمش قشنگ نیست، ولی واقعیتشه. مغز ما استاد گول زدن خودمونه. نه برای اینکه بدجنس باشه، نه، برای اینکه بقای روانی براش مهمتر از رشد ماست. مغز دنبال راحتیه، نه حقیقت. به همین خاطر از یه جایی به بعد تو رو از خودت قایم میکنه. بیایم ببینیم چجوری اصلا این کارو میکنه. یک، مغز داستان سازی میکنه. این مهمترین تله است. وقتی یه رفتار اشتباه انجام میدی، مغز سریع یه روایت میسازه که تو رو بیگناه نشون بده. بذار یه مثال بزنم. قرار بود شروع کنی ورزش، ولی خب نکردی. مغز میگه امروز واقعا روز بدی بوده. مثال بعدی. قرار بود پروژه رو انجام بدی، عقب انداختی. مغز میگه کیفیت مهمه، اصلا نباید عجله بکنی. مثال بعدی. قرار بود رژیم بگیری، ولی خب شکست خوردی. مغز میاد میگه خب الان فشارم افتاده بود، مجبور بودم بخورم. این داستان‌ها یه هدف دارن، آروم کردن تو. ولی خب قیمتش چیه؟ واقعیت رو ازت قایم میکنه. دو، مغز بخش‌های دردناک رو سانسور میکنه. مغز هر چیزی رو که باعث حس شرم، ناتوانی یا ضعف بشه رو هل میده به عقب. بذار مثال بزنم. تو 4 روز گذشته هیچ کاری نکردی، ولی مغز فقط همون روزی که 2 ساعت کار کردی رو یادت میاره. چرا؟ چون با آدم مفید بودن جور در میاد. این سانسور همون چیزیه که باعث میشه حس کنی من خیلی هم بد نیستم، فقط یکم خستم. نه، حقیقتاً یکم کمکاری کردی، ولی مغز اجازه نمیده که کامل ببینی. 3، مغز از حد پایین دفاع میکنه. یه سقف پنهونی داری، نه سقف توانایی، سقف تحمل پیشرفت. وقتی از یه حد بهتر میشی، مغز وحشت میکنه، چون پیشرفت مساوی است با مسئولیت بیشتر به اضافه ریسک بیشتر. بذار مثال بزنم. یه مدت خوب ورزش میکنی، وزنت میفته، بدنت بهتر میشه. بعدش چی میشه؟ یه روز میگی بذار امروز رو استراحت کنم و بعدش دوباره سقوط میکنی. نه چون خسته بودی، چون مغز گفته به همین حد قانع شو، بیشتر از این خطرناک میشه. پیشرفت مغز رو میترسونه. 4، مغز از مقایسه های بی ربط استفاده میکنه. وقتی بخوای خودتو گول بزنی، مغز فوری میگه ببین فلانی از تو بدتره، تو که خیلی وضعت بهتر از اونه. این تله دقیقاً ساخته شده برای اینکه تو نتونی واقعیت رو ببینی. بذار چند تا مثال بزنم. درس نمیخونی؟ مغزت میگه خب فلانی هم نمیخونه. سیگار میکشی؟ مغزت میگه خب خیلی ها هستن که روزی یه پاکت میکشن. کار نمیکنی؟ مغزت میگه خب فلانی هم هنوز شروع نکرده، اوکیه. اینها مقایسه نیست، اینها تسکین دادن دروغیه. 5، جای تنبلی رو با پرمشغله بودن عوض میکنه. یکی از کثیف‌ترین تله‌های مغز. شبیه به کاریه که آدمای خیلی موفق ظاهری انجام میدن. همه چی رو انجام میدن به جز اون کار اصلیه که باید انجام بدن. مثلا اتاقت رو مرتب میکنی، یخچال رو تمیز میکنی، برای هفته بعد برنامه مینویسی، ایمیلت هم چک میکنی. ولی همون کاری که مهمه رو انجام نمیدی. اسمش چیه؟ کار سازنده برای فرار محترمانه. مغز میگه ببین چقدر مفید بودی، در حالی که کاملا داری فرار میکنی.
6. مغز احساس انجام دادن تولید میکنه بدون اینکه انجامش واقعی باشه. اسکرول کردن، ویدیو دیدن، تحقیق کردن، اینها به مغز حس پیشرفت میده ولی پیشرفت نیست. مثلا تو 3 ساعت درباره چطور لاغر بشیم ویدیو دیدی ولی خب هیچ کاری هم نکردی. مغزت میاد میگه امروز کلی چیز یاد گرفتی، آفرین. نه، کاملا داره گولت میزنه. 7. مغز دشمن رو بیرون از تو میبینه. وقتی حقیقت خیلی تلخه، مغز فوراً یه دشمن خیالی بیرون از تو میسازه. مثلا اوضاع اقتصادی خیلی بده، یا فلانی حمایت هم نکرد، یا خانواده خیلی سخت میگیرن، یا اینکه بابا من اصلا شانس نداشتم. گاهی اینا واقعا موثرن ولی 80% مواقع چی؟ نه. اینها سپر دفاعی مغز برای اینکه نگی مشکل خودمم. اگه این بخش رو بخوایم جمع بندی بکنیم باید بگیم که مغز دروغگو نیست ولی حقیقت گو هم نیست. این جمله رو خوب بفهم. مغز تو رو همون جایی نگه میداره که درد کم باشه، نه جایی که رشد کنی، و همین باعث میشه آدم به خودش، به زندگیش و فرصتهاش خیانت بکنه. بخش 4. چطور بفهمیم داریم خودمون رو گول میزنیم؟ واقعیت اینه که آدمی که خودش رو گول میزنه معمولاً آخرین نفریه که میفهمه. ذهن همه چی رو قایم میکنه، منطقی جلوه میده، تفسیر میکنه، تزیین میکنه تا چیزی که هست کمتر دردناک به نظر برسه. اما نشونه ها همیشه خودشونو لو میدن. 1. اگه زیاد فکر میکنی ولی کم عمل میکنی داری خودتو گول میزنی. این واضح ترین علامته. نشونهاش چیه؟ درباره شروع یک کار زیاد حرف میزنی، درباره آینده زیاد خیال بافی میکنی، کلی برنامه مینویسی اما خروجی واقعی بسیار پایین و ضعیفه. هر کی میگه من زیاد فکر میکنم ولی انگیزه ندارم، واقعیتش اینه تو داری با فکر کردن درد شروع کردن رو بی‌حس میکنی. مثلا کسی که 10 بار برنامه رژیم مینویسه ولی یه روز هم شروعش نمیکنه. 2. اگه بهانه‌هات شبیه هم هستن داره گولت میزنه. ذهن تنبل تنوع نداره، 3-4 تا جمله ثابت داره که هی تکرار میکنه، مثل حوصله ندارم، مثل بعداً انجام میدم، مثل الان وقتش نیست، مثل یکم استراحت کنم بهتر میتونم. اینها یه الگوی تکراری هن. نشونه این که مغزت اتوماتیک وار داره ازت محافظت میکنه. تجربه واقعی اینه که آدم‌هایی که بهانه‌های تکراری دارن رفتارهای تکراری هم دارن و پیشرفتشون 0. 3. اگه پیشرفتت نوسانیه داری چیزی رو قایم میکنی. خیلی ها یه مدت عالی هن. بعد یهو سقوط میکنن، بعد دوباره عالی میشن و باز دوباره سقوط میکنن. این نشونه اینه که ثبات روانی ندارن یا از مواجهه با یک بخش خاص از خودشون فرار میکنن. مثلا کسی که 10 روز ورزش میکنه بعد 20 روز هیچ کاری انجام نمیده. این فقط بی‌برنامگی نیست، این یعنی یه جایی داری خودتو سانسور میکنی. 4. اگه اسمها رو عوض میکنی داری حقیقت رو میپیچونی. وقتی به جای تنبلی میگی امروز انرژی ندارم، به جای فرار میگی نیاز داشتم استراحت کنم، به جای بی‌مسئولیتی میگی ذهنم خیلی درگیره. این بازی با کلماته. زبان اولین ابزار خودفریبیه. مثلا کسی که میگه فعلا دارم تحقیق میکنم تو 80% مواقع یعنی میترسم شروعش بکنم. 5. اگه موفقیت‌های کوچیک رو بزرگ میکنی داری توجیه سازی انجام میدی. مغز برای اینکه حس شکست نخوری حتی کوچکترین کاراتو بزرگ نشون میده. مثلا
مثلا میگه امروز فقط یه صفحه نوشتم ولی خیلی مهم بود. یا اینکه فقط 10 دقیقه درس خوندم ولی با کیفیت بود. قدم اول مهمه که من برداشتم. نه، اینا کافی نیستن. اینها مسکن روانی هستن. 6. اگه همیشه دنبال شروع تمیز و بی‌نقصی داری فرار میکنی. این جملات آشکارترین نشونه خودفریبی هن. مثل اینکه از شنبه شروع میکنم، یا از اول ماه ایشالله، یا از یه تاریخ خاص، یا بذار یه دوره تمیز شروع میکنم حالا. اینها یعنی شروع نکردن به اضافه احساس پیشرفت مساوی است با فریب کامل. 7. اگه کاری که سخته رو پشت کارهای بی اهمیت قایم میکنی داری از واقعیت فرار میکنی. به این میگن بهونه‌های شیک. مثلا گوشیتو تمیز میکنی، فایلاتو مرتب میکنی، ایمیلاتو جواب میدی، لیست کارهاتو مینویسی، حتی میری گردش، ولی اون یه کاری که مهمه و ترسناکه رو نمیکنی. این یعنی داری با کارهای سطحی به خودت حس مفید بودن میدی در حالی که داری سقوط میکنی. 8. اگه نسبت به بعضی حقیقتها دفاعی میشی داری چیزی رو قایم میکنی. وقتی یکی بهت میگه چرا این کارو نکردی و تو زود عصبی میشی، تو خود اون نقطه یه درد پنهان وجود داره. تعریف علمیش اینه که نشونه دفاعی بودن مساوی است با برخورد با واقعیتی که آماده دیدنش نیستی. 9. اگه مدام قول میدی ولی عمل نمی کنی داری خودتو فرسوده میکنی. قول دادن خودش یه حس پیشرفت به مغز میده بدون اینکه کاری انجام شده باشه. مثلا فردا حتما شروع میکنم، قول میدم این هفته تمومش کنم، این آخرین باره. اینها بیشتر شبیه خود ارضایی ذهنی هن. انگیزه میدن، حس خوب میدن ولی هیچ خروجی واقعی ندارن. 10. مهمترین نشونه: اگه در سکوت شب احساس گناه داری همه چی لو رفته. اگه شبا قبل خواب حس میکنی روزت پوچ گذشته، یا از خودت راضی نیستی، یا یه چیزی توی وجودت میگه داری به خودت دروغ میگی، این صدا دقیقاً همون حقیقتیه که مغز میخواست خفش کنه. وقتی اون صدا میاد یعنی واقعیت راهشو پیدا کرده. اگه بخوایم این بخش رو جمع‌بندی بکنیم، حتی اگه 2 یا 3 تا از این نشونه ها رو داری تو همون تله‌ای هستی که اکثر آدم ها تا آخر عمر توش میمونن. خودفریبی بی صداست، تمیزه، بدون درد شروع میشه ولی آخرش از درون آدمو میخوره. بخش 5: چطور از تله‌های خودفریبی بیرون بیایم؟ همین اول بگم هیچ نسخه یه شبه‌ای وجود نداره، اما تکنیکایی هست که وقتی رعایت کنی 90% مغزت دیگه نمیتونه جلو دیوار بسازه. 1. شفاف سازی و ثبت واقعیات. قدم اول همیشه اینه: مشاهده بدون سانسور. روشش چیه؟ هر روز 5 دقیقه بنویس چه کارهایی انجام دادی، چه کارهایی رو نکردی و اینکه چه احساسی داشتی. بهونه ها رو شناسایی کن و کنارش دلیل واقعی رو بنویس. مثلا به جای اینکه بنویسی امروز ورزش نکردم چون حوصله نداشتم، بنویس امروز ورزش نکردم چون ترسیدم شکست بخورم یا حس بد بگیرم. 2. کوچیک کردن فاصله شروع. مغز عاشق راحتیه، پس راه حلش چیه؟ شروع کوچیک، حتی واسه 5 دقیقه. پروژه بزرگ فقط 5 دقیقه انجامش بده. درس خوندن فقط 5 دقیقه مرور کن. تماس سخت فقط 30 ثانیه اولش. مغز وقتی میبینه شروع شده دیگه مقاومتش کم میشه. بعد از شروع انگیزه واقعی خود به خود به وجود میاد. 3. شناسایی و محدود کردن توجیه‌ها. هر بهونه‌ای که مغز میسازه رو بنویس. بعد سوال کن:
آیا واقعا درسته؟ مثلا زمان مناسب نیست. واقعیت اینه که ترسیدم شروع بکنم. یا انرژیم کم بود. واقعیت اینه که فرار کردم. هر بار این کارو بکنی مغزت یاد میگیره دیگه نمیتونه راحت دروغ بسازه. 4. استفاده از قانون 24 ساعت. هر تصمیم مهمی که داری 24 ساعت فرصت بده، اما با اقدام مشخص، نگفتن به بهونه ها. تعریف 3 اقدام کوچیک که فردا انجام میدی. مسئولیت گرفتن برای شروع بدون تأخیر. 5. ایجاد آینه واقعی. یکی رو پیدا کن که باهاش صادق باشی. چه میدونم، مثل دوست، مربی یا اصلا حتی اپلیکیشن های پیگیری. وقتی بدونی کسی مراقبه، مغزت نمیتونه راحت توجیه بسازه. مغز تنبلی و فریب رو دوست نداره وقتی که تحت نظر باشه. 6. تمرین مواجه با ترس. ترس دشمن نیست، اما اگه سرکوبش کنیم خودش رو تبدیل به دروغ میکنه. تمرینش چیه؟ ترس اصلیت رو شناسایی بکن. یه قدم کوچیک واسش بردار. بعد از اقدام احساس واقعی رو ثبت کن. مثلا ترس از تماس با مدیرت رو داری، فقط 30 ثانیه تماس بگیر. یا ترس از شروع پروژه رو داری، فقط اولین فایل رو بساز. بقیهش دیگه اوکی میشه. 7. استفاده از زمان ثابت. به جای اینکه منتظر شرایط مناسب باشی، یه زمان روزانه مشخص واسه کارات بذار. مثلا هر روز ساعت 7 صبح 5 دقیقه روی پروژه کار میکنم، یا هر روز ساعت 9 شب مرور برنامه ها رو دارم. این باعث میشه مغز نتونه با توجیه شرایط مناسب نیست جلو دیوار بکشه. 8. جشن گرفتن کوچیک. هر اقدام واقعی، حتی کوچیکش، باید واسش جشن بگیری. نه برای اینکه مغز گول بخوره، برای اینکه سیستم پاداش طبیعی بدن فعال بشه. مثلا 5 دقیقه مطالعه کردی، یا آهنگ مورد علاقت هم کنارش گوش کن. یا اولین قدم پروژه رو ورداشتی، یه لیوان آب خنک یا یه شربت مشتی بخور. اگه بخوایم این بخش رو جمع‌بندی بکنیم، خروج از تله خودفریبی یعنی حقیقت رو بدون فیلتر ببینی. شروع کنی حتی با قدم کوچیک، بهانه‌ها رو شناسایی و محدود کنی، مسئولیت واقعی بگیری، ترس رو روبرو بشی و ثبتش بکنی. اگه این تکنیک ها رو روزانه اجرا کنی، مغز دیگه نمیتونه راحت جلو دیوار بسازه. به عبارتی تو فرمانده واقعی خودت میشی، نه مغزت. اما بخش ششم، جمع‌بندی و چکش پایانی. خب تا اینجا کار فهمیدیم که 1. مغز ما همیشه دنبال راحتیه، نه حقیقت. 2. مغز دروغ نمیگه، ولی همیشه راستش هم نمیگه. داستان میسازه، سانسور میکنه و احساس پیشرفت کاذب هم میده. 3. بهونه ها، عقب انداختن ها، شروع نکردن ها، همشون ابزارهای مغزن برای محافظت از راحتی ما. 4. خودفریبی پر از نشونه است. تکرار بهونه ها، شروع نکردن ها، نوسان پیشرفت، دفاعی بودن، احساس گناه شبانه و حالا وقتشه چیزی که یاد گرفتیم رو عملی کنیم و ذهن رو مجبور کنیم واقعی باشه. چند تا نکته طلایی واسه جمع‌بندی میگم. 1. هر روز با حقیقت روبرو شو. هر روز قبل از خواب یه چک لیست کوچیک داشته باش. چه کاری انجام دادم؟ چه کاری نکردم؟ چرا نکردم؟ الان واقعا چه احساسی نسبت بهشون دارم؟ 2. شروع‌های کوچیک، قدرت بزرگ. فقط 5 دقیقه، فقط یه قدم. هر روز همین کار رو انجام بده. بعد از مدت این 5 دقیقه ها جمع میشن و تو رو میبرن به یه پیشرفت واقعی. 3. بهانه ها رو شناسایی کن و اسم واقعیشون رو بذار. وقت نداشتم، آقا یعنی ترسیدم شروع کنم. انرژی نداشتم، یعنی از نتیجهش وحشت داشتم. بعداً انجام میدم، یعنی آماده مواجه شدن با واقعیت نبودم. وقتی اسمشو میذاری، مغز دیگه نمیتونه راحت به دروغ بگه.
4 مسئولیت واقعی بگیر. یا آینه جلو خودت بذار. کسی که مراقبت کنه پیدات میکنه. یا حتی اپلیکیشن پیگیری استفاده بکن. اینجوری مغزت میفهمه دیگه نمیتونه توجیه بسازه. 5 با ترس ها روبرو شو. هر ترس یه تمرین کوچیکه. بعدش احساساتت رو ثبت کن. این کار مغز رو آروم و واقعیت رو روشن میکنه. 6 خروج از چرخه خودفریبی مساویس با آزادی. وقتی هر روز با حقیقت روبرو میشی، وقتی شروع میکنی حتی با قدم کوچیک، وقتی بهونه ها رو محدود میکنی، وقتی ترست رو شناسایی میکنی، میبینی که مغز دیگه فرمانده نیست. تو فرمانده ای و این یعنی زندگی واقعی، رشد واقعی و فرصت واقعی. پیام اپیزود اینه که همه این داستان ها، فکت ها و تکنیک ها یه پیام ساده دارن. ترس و بهانه ها طبیعی هستن، ولی زندگی واقعی وقتی شروع میشه که مغزت نتونه جلو دیوار بکشه. این اپیزود بهت یاد داد چطور مغز دروغ میگه، چطور خودتو گول میزنی و مهمتر از همه چطور جلوی این چرخه رو بگیری و فرمان زندگی تو خودت به دستت بگیری. در نهایت بذار یه داستان آخر کارم بگم. بیا یه بار برگردیم به عقب، پیش سامان، اون که 10 سال خودش رو عقب انداخت. سامان وقتی شروع کرد فقط قدم اولش رو برداشت، 5 دقیقه. بعدش روز بعد 10 دقیقه. بعدش نیم ساعت. بعدش یه پروژه کامل. همون قدم اول همه چیزو تغییر داد. هیچ معجزه‌ای نبود. فقط واقعیت، فقط عمل، فقط روبرو شدن با مغز. و این همون چیزیه که هر کسی میتونه انجامش بده.